سلام بچه، خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید با آرمرت. بریم سراغ ویدیو. احمد محسن یا احمد یا محسن. خب بچه اومدیم سراغ یه بازی جدید معرفی کنم، یه بازی خیلی خفن که بازم اسمشو نمیدونم. من بازی نمیدونم چی منیج بود. خلاصه بچه الان من یکم خودم بازی رو رفتم قبلا و الان دوباره داره بهمون یاد میده. بازی اینجوریه که میان داخل مرحله یه دونه از اینا رو یعنی انتخاب میکنین، یه دونه از این سربازا رو. مثلا این نقطه های بالا ستاره که لولشونه، این پایینی ها نقطه ها چی هن؟ تعدادشونن. اون پایینی ها هم که قدرت و نمیدونم سرعت و جونشون و اینا. مثلا نایت زده 18 تا دمیجشه، 260 تا جون داره، رنجش همون یک معمولیه، یعنی تا جایی که میتونه، از جایی که میتونه بزنه دشمن رو، و سرعت ضربش هم یکه. بعد این بربرها با دمیجش 17 که یکم کمتره، محافظتش یا جونش 150 رنجش یکه، سرعتش هم یکه. ولی آرچر یعنی تیرانداز، البته بربرها هم 3 تا هن. ولی آرچر یعنی تیرانداز 2 تا، دمیجش 33 که از همه بیشتره تا الان. دیگه جونش ولی 80، رنجش 10 تا، یعنی میتونه 10 برابر اینا از دورتر بزنه. بعدش سرعتش هم نیم برابر سریعتره. ما آرچر رو برای اول بازی می‌کنیم. اینجا هم قدرت بهتون میده: لایتینگ، هیلینگ و کورس. که هیلینگ همون جون پر کردنه، که البته جز این که میتونین جونشون رو پر کنین، اگه جونشون پر باشه یه سپر محافظ روی جونشون هم بهشون میده. کورس که یه منطقه کوچولوی، یه منطقه کوچیکی رو پوشش میده از یکم آتیش که بخوره به دشمن آتیش میگیره تا چند ثانیه یه ذره دمیج میخوره که زیاد خوب نیست. ولی لایتینگ عالیه، خیلی رنجش کمه، یعنی توی خیلی جای کمی میتونه، یعنی هم رد و بر جای کمی میتونه بخوره، ولی خب خیلی دمیجش زیاده، اصلا با یه ضربه نابود میکنه. بعد الان اینجا گفته مثلا این سربازا رو میتونیم این جای سبز که نشون داده بذاریم، مثلا اگه گذاشتیم میخوایم برش داریم بیاریم تو قرمزه، یا اگه میخوایم بفروشیمش بیاریم توی زرده که ما چی نداریم نمیفروشیم. یعنی الان این بازی رو که زدیم کانتینیو رو میزنیم، الان دشمن دارن میان، همین لایتینگ که گفتم میگیریم میکشینش میریم میزنیم. دیدین نابودش کرد. از این بالا میتونین سرعت رو کم و زیاد کنین. و الان میبینیم مثلا برای من پیکمن هم آورد. جز این کورس و لایتینگ و هیلینگ یه قدرت دیگه هم داره، فریز، که همون چیه، یخ زدن. این پیکمن ها پایکمنن یا پیکمن چیان، همینا مثلا 4 تا هم از همه بیشترن. دمیجش اون ولی 10، رنجشون 2، سرعتشون هم 1 همون معمولی، ولی ولی جونشون 130. ما همون آرچر رو انتخاب میکنیم. بعد چون این قدرت ها رو میشه یکم لول اپ کرد. بعد میبینین اینجا مثلا اون بالا تعداد سربازای ارتش هم یا اون یونیت ها رو بهم داده که تا 10 تا کلا من میتونم بذارم. الان ویو دوم از 10میم و 20 هم سکه داریم که میتونیم این قدرت ها رو مثلا رنج، اتک ریت، درصد فکر کنم اتک، همون قدرت حمله، اون ضربای پرتابی، یا پروژکتایل اسپید که نمیدونم چیه، یا میلی رنج که ما هیچ کدوم از اینا نمیخوایم. اینوری یا اسپل تیر لول که نمیدونم چیه، یونیت تیر لول که اینو یونایت نمیدونم هر کدوم فکرام یونایت، آره یونایت تیر لول که این همون لولشون که اون ستاره رو بهتون نشون دادن، این همون لوله. و نامبر اف یونایت اینجا که نوشته 10 تا بشه سرباز ما دیگه نمیتونیم بذاریم، ولی میتونیم اینو ارتقا بدیم و بیشتر سرباز بیاریم. خب ما الان نمیخوایم چی بگیریم، کانتینیو رو میزنیم. این آرچرها رو میذاریم، میایم اینجا پق نصفشون رفت. من صورتم زیاد میکنم اینجا پق بیشترشون رفت. خب من بازم آرچر انتخاب میکنم. الان مثلا یونیت تیر لول من یه لول بیشتر کردم، قوی تر کردم. الان نشونتون میدم. من کانتینیو بزنید مثل سگ بمیرن. خودتون نمیدین یه وقت کودر نشین. 2 تاشون مردن. الان این نایت مثلا یه لول قوی تر شده. الان این 2 تا ستاره بالا سرش هست. من همین نایت رو انتخاب میکنم چون خیلی قوی تر شده. میلی دمیج و پروژکتایل اسپید رو زیاد میکنم. فکر کنم پروژکتیل یا پروژکتایل اسپیده که فکر کنم سرعت ضربه‌شون رو هوا سریعتر برسه به دشمن. آره همون فکر کنم.
تیرا رو فقط ببینین چه شکلی هن. یه نقطه صافه. اینم فریز بودم که نشونتون دادم که خیلی به درد میخوره. ببینین الان من اون قدرت یعنی اندازه اون یونایت هم قوی کردم، از 10 تا شد 15 تا. الان اینا رو اصلا فریز میکنم، بعد بهشون رد و برق میزنم، اینا رو فریز میکنم، بهشون رد و برق میزنم، سرعت رو کم کنم. فریز بردم. بازم من نایت میارم. بعد بچه دیگه به انتخاب خودتون، هرچی میخواین بیارین، هرچی میخواین ببرین. بعد این هر مرحله که تموم بشه، الان صبر کنین مرحله مثلا تموم بشه، این چیزه لایتینگ خیلی به درد میخوره. بعد بچه‌ها قدرتاشو میشه لولشو کم که نه، میشه لولشو برد بالا، قوی ترش کرد. مثلا لایتینگ لول 2 خیلی بسیار تا بسیار قوی. الان این سربازام لول 3 شدم. من بازم نایت میارم. اسپلتیر چیه واقعا نمیدونم. بعدش اینا رو چیزو لایتینگو که لول 2 کنین هم رنجش خیلی بیشتر میشه. ببین الان یه جا میزنم همونایی که همون یه ذره وایستادن فقط دمیج میخورن، بقیه‌شون هیچیشون نمیشه. ولی لول 2 کنین هم خیلی قوی تر میشه، هم خیلی بسیار تا بسیار قوی تر میشه، هم قوی تر میشه، هم رنجش بیشتر میشه. آره نیم ساعت هم گیر کرده بودم. الان اینجوری کوچولو میزنه، بعدش بزرگش کنین، هر قدرتی رو قوی تر کنین این رنجش و قدرتش بیشتر میشه. مثلا اون کورس لول 1 به درد نمیخوره، ولی لول 2 هم خیلی بزرگه، رنجش هم خیلی قویه که خیلی خوبه. همین الان فریز لول 2 داد که فکر کنم تا زمان بیشتری فریزشون نگه داره و آره دیگه بیشتر فریزشون نگه داره و آره ببینید چقدر رنجش بیشتر شد و چقدر بیشتر نگهشون داشته. ببینید الان من یه دونه بزنم این قدش رو وای میشه. من الان این تیراندازا رو لازم بزنم. حالا زدم همه رو. ماشاءالله بزنیم سوسکشون کنیم. لایتینگ لول 2 عالی. اگه لول 2 شو بگیرین یعنی پشم برای دشمن نمیمونه که بریزه. اینو میزنم، بعد اینو میزنم پاق. دیدین خیلی رنج بیشتری رو زد. وای این الان باسشونه پاق. خیلی قوی ام و قطعا میبرم. باسشون جلوی من هیچ عددی نیست. دیدین چه ساده بردمش. بعد وقتی میبره بچه‌ها از این چیز میزا بهتون میده. مثلا نمیدونم الان میگه بیاید تو بخش چست اینا هستن. از این سبزا، از این قرمزا که این گوشه میبینین بهتون میده که این سبزا میتونید باشون چست باز کنید. ماجیک چست که همون قدرت ها مثل چیز، مثل اون هیلینگ، مثل اون کورس، مثل اون هیلینگ و کورس و فریز و لایتینگ و اینا. بعد این لایت چست هم اینا این شخصیت ها رو میده و دارک چست هم این یکی شخصیت ها رو میده. نمیدونم فرقشون چیه، ولی من لایت چست رو باز میکنم چی توشه. میج جادوگر، یه جادوگر باز کردم. این نارنجیا به درد آپگرید اینا میخورن که نمیدونم چرا مرحله اول اینقدر کم داد. و همینطور آپگرید اینا که اینا قدرتاشون اصلا این سکه، اگه مثلا تا اینجا اینو آپگرید کنین سکه باز میشه که تو این بخش میتونین آپگریدش کنین و اول بازی یا وسط بازی بیشتر بهتون سکه میده. یعنی دیدی مثلا من 2 مرحله 3 مرحله رفتم تا تونستم چی کنم، تونستم بزنم، یعنی اون چیزا رو آپگرید کنم سربازا رو، ولی اونجوری نه بیشتر بهتون میده. بعد من الان این میتونی بزنید روی اینا برداشته بشه. من میجو میذارم اینجا، نایت بربریان و آرچرم میذارم. بعد بچه این نورمال، دیفیکالت، هاردکور و اندلس یعنی بی پایان داره که اینجوری میره. الان ما همون نورمال میریم مرحله اول دوباره. میخواستم میج بهم بده چرا نداد. خب لایتینگ مثلا میشه پاتریک برنده میشه. اینا رو میذاریم میریم وسط کار. یعنی هر مرحله هم دشمنای جدید داره. من میخوام همه قدرت‌ها رو اول بگیرم. رنج دمیج، نمیدونم چرا رنج دمیج رو کردم. اینا هم هستم. به من چه خود، به من چه که هستیم. خب اگه هسته باشین، اگه باشین چی میشه؟ این هیلینگ هم که بهتون گفتم میج هیلز، اینا قبول میکنم. اینا به چه دردم میخوره. همینجوری کم دارم قبول میکنم. هیلینگ، کورس، لایتینگ. الان من باید اون دورزنا رو بزنم. ببینین هیلینگ چقدر قویشون کرد، جونشون رو بیشتر کرد. توشون یه سپر دونی گذاشت. الان دونه خیلی کم شد. بمیریم بی حیاها، خیلی بی حیاییم آشغالا. میج
بالاخره قدرت جدید یونایت تیر لول اشتباه میگم. هیلینگ رو اینا بزنم. دو تا از اینا رو هم زدم. وای حاجی گنده‌شون اومد. این میجر خوب دمیجی میزنه، قویه. ضربه آخر هم میج زد. میج لول 2 یس حاجی، اون میجر لول 1 بود، این لول 2. عالی نیست؟ هیلینگ دو تاشون رفت به فاز، دو تاشون رفتن به فاق شلوار. رفتیم یونایت های لول 2، یعنی لول 3 لول 2 چیه؟ لول 2 که بود پاک هیلینگ جونتان زیاد بشه. شا بمیرین. قدرتم رو هوامون. میج لول 3 همجوری میج میگیرم. میج میخوام من دیگه، هیچی نمیخوام. هم خیلی کم جا پر میکنه، قویه. آره ولی باید سربازم بیارم روی پیاده، همجوری نمیتونم آخر اونم میگذارم که بربریان. بازم میج میخوام میج بذارم ولی نمیذارم. آرچر میذارم بذارش. فرق خاصی نداشت، تنها فرقشون این بود که مثل هم نیستن، وگرنه آرچرم از دور میزنه. به حرف خودم گوش ندادم، سرباز پیاده نداشتم. نمیرین شما هنوز تازه به دنیا اومدین. البته یه دسته که به دنیا اومدین مردین. میج میذارم بازم. میج لول 4 نداشتیم که الان داریم. وای تیر لولشون رسید به 5. خیلی زیاده دیگه. کم کم دارن از همه چی قوی تر میشن، دارن از باس هم قوی تر میشن. باورم نمیشه به خاطر این میجای عزیزم من تونستم تیر لول رو ببرم بالا. دیگه نیاز نداره که جا بگیرن، چون یه دونه جا پر میکنن. نمیر. وای آخرین لحظه زدمش ولی حاجی یا خدا نایتو نگاه. بسم الله. با جون نایت 460. اول فاز من نایت میخوام. بسم الله یا ابا عبدالله. اینا رو نگاه. یا خدا من اینا رو بکنم بندازم جلو باس، 2 نفری باس رو بزنم. میدین الان باس میشونم، الان میزنم باس رو سوس میکنم. نمورد نمیر به خاطر این آشغالا. دیدی باس رو چقدر ساده سوس کرد، با چند تا ضربه زد. ناراحت شدم که به این زودی تموم شد. چرا به این زودی تموم شدی؟ نباید به این زودی تموم میشد. خیلی خوب. خب بچه‌ها ممنون که ویدیو الان دیدین. اگه خواستین بازی دانلود کنین تو کانال تلگرامم هست. حتما زنگوله ویدیو رو بزنین، ویدیو رو لایک کنین، یعنی زنگوله رو نزنین، اول سابسکرایب کنین بعد زنگوله رو بزنین، لایک کنین، کامنت بذارین. و اگه بخواستی بازی دانلود کنین داخل کانال تلگرامم هست برای بار دوم، و لینک کانال تلگرامم توی دیسکریپشن هست. دوستتون دارم. خداحافظ تا یه ویدیو دیگه با آرمر. بای بای. احمد محسن يا احمد يا محسن